بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف هر دومتان موفق و پیروز و سربلند باشید و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال و تلاوت آیات کلام الله مجید و تدبر در معانی آن و عمل به دستوراتش زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله متعال را بی نهایت سپاس به خاطر همه نعمتهایش و به خاطر این نعمتی که در اختیار شما عزیزان و بنده قرار داد تا بار دیگر پای رحل کلام الله مجید بنشینیم و آیاتی دیگر از کلام پاکش را به تلاوت بگیریم و تدبری در معانی آن داشته باشیم. در این برنامه هم به همراه شما سروران و گرامیان در امتداد برنامه‌های گذشته و بیان آیات سوره مبارکه بقره با شما همراه خواهیم بود با آیات دیگر از سوره مبارکه بقره، آیات 115 به بعد از این سوره مبارکه. در درس گذشته به همراه شما گرامیان آیات ابتدایی تا در درس‌های گذشته تا آیه 114 رو پیش آمدیم و با شما به تلاوت گرفتیم و دیدیم که الله متعال درباره اهل کتاب برای ما به تفصیل صحبت فرمود و همچنان این موضوع در این آیات هم ادامه دارد. در آیات آخر در آیه 112 به بعد و 13 و 14 قبل از اون 111 الله متعال درباره ادعای یهودیان و مسیحیان در آیه 111 صحبت فرمود که مدعی هستند یهودیان که فقط یهودیان به جنت می روند و هیچ کس دیگر نمی رود. مسیحیان همین ادعا رو دارند. و در آیه 13 باز به ظلمی که آنها بر یکدیگر دارند اشاره فرمود که وقالت الیهود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیهود علی شیء. مسیحیان میگویند که یهودیان بر هیچ چیزی نیستند، یعنی هیچ اعتقاد و باور درستی ندارند و همچنین یهودیان هم آنها را متهم میکنند. هر دو طرف یکدیگر را متهم میکنند و در ادامه الله متعال فرمود كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. همچنین مشرکینی که در مکه بودند، همچنین بت پرستان هم این حکایت رو مطرح میکنن و اونها باز هیچ کسی رو قبول نداشتند. با وجود این همه اختلافاتی که در بین آنها وجود داشت و یکدیگر رو رد میکردن، یکدیگر رو بیدین میپنداشتن، یکدیگر رو به تعبیر امروزی تکفیر میکردن، هر کسی میگفت فقط ما به جنت میرویم. هر سه گروهی که بودن، یهودیان، مسیحیان و مشرکان مکه، اما وقتی در برابر مسلمانان قرار می گرفتن ید واحد می شدن. یک نکته مشترک بین آنها وجود داشت: دشمنی با موحدین، دشمنی با مسلمانان. و به همین خاطر در آیه 114 الله متعال درباره دشمنی و ظلم آنها به مسلمانان اشاره فرمود: و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. دشمنی که یهودیان، دشمنی که مسیحیان و اهل شرک دارند، هر سه گروه، الله متعال دشمنی آنها در برابر مسلمانان رو به شکل دشمنی آنها با مساجد یاد فرمود. یعنی بزرگترین نماد دشمنی آنها، بزرگترین شکل دشمنی آنها از بین بردن مساجد، تخریب مسجد و تحمل نکردن مساجد که مرکز عبادی مسلمانان است، به این شکل الله متعال برای ما تصویر کشید و بیان کرد دشمنی این سه گروه رو. با وجود اینکه این سه گروه با یکدیگر بسیار دشمن هستند، هر کدام بر علیه یکدیگر صحبت میکنند، اما وقتی در برابر مسلمانان قرار میگیرند، در برابر مسلمانان ید واحد میشوند و در برابر مسلمانان همه با هم متحد و متفق میشوند. و بزرگترین نوع ظلم و ستم آنان در برابر مسلمانان تخریب مساجد است که مرکز و قلب عبادت جهان اسلام و امت اسلامی به حساب می‌آید. از دشمنی قریشیان با
مسلمانان در منع از ورود به مسجد الحرام بگیریم که نمیگذاشتن بعد از هجرت وارد مسجد الحرام شوند. حتی در لحظه‌ای که هنوز در مکه بودن و هجرت نکرده بودن به مدینه، اونها رو منع میکردن، آزار میدادن. شخص رسول الله علیه السلام رو در کنار بیت الله الحرام، در کنار کعبه، در محل طواف آزار میدادن و به سر ایشون در هنگام عبادت و سجده معروف است که آمدن و شکمبه یا سیرابی شتری را در هنگام سجده روی سر ایشان انداختن و میخندیدن و خاک روی سر ایشان میریختن در هنگام نماز خواندن. و بعد از هجرت هم منع کرده بودن مسلمانان رو و صلح حدیبیه و جریان صلح حدیبیه که 1400 نفر به همراه رسول الله علیه السلام از مدینه از یاران ایشان برای عمره آمده بودن با لباس احرام، اونها رو منع کردن و اجازه ندادن وارد مسجد الحرام بشن. از این حکایت‌های ظلم قریش و قریشیان و مشرکان در آن زمان بگیرید تا دشمنی‌هایی که مسیحیان در طول تاریخشان با امت اسلام و تخریب مساجد داشتن و جنگ‌های مسیحی و جنگ‌هایی که مسیحیان در بیت المقدس داشتن به نام جنگ‌های صلیبی معروف است و خون ریزی‌هایی که کردن، کشتارهایی که انجام دادن و تخریب‌های مساجدی که به دست آنها صورت گرفت، تا جنگ‌های امروزی یهود بر علیه امت اسلامی و تخریب مساجد در گوشه و کنار دنیا و خصوصا در سرزمین مبارک فلسطین و اهانت‌هایی که به مسجد الاقصی می‌کنند و کردند و توهین‌هایی که انجام می‌دهند و به دنبال تخریب مسجد الاقصی هستند و ساخت معبدی جدید برای خودشان و آنچه که در سرزمین غزه و دیگر مناطق فلسطین اتفاق افتاده است از تخریب مساجد و همه اینها رو همین ما شما عزیزان شاهد هستیم و شاهد بوده ایم که چه ظلم و ستمی این عده یهودیان و مسیحیان و مشرکان بر علیه مساجد دارند. یک دشمنی خاصی این سه گروه بر علیه مساجد داشته و دارند. مشرکان تحمل نمی‌کنند مسجدی برای موحدین باشند، مسجدها رو نمیتونن تحمل بکنن، منبر رو نمیتونن تحمل بکنن، حلقات درس در مسجد رو نمیتونن تحمل بکنن، به دنبال سعی دارن تا اونها رو تخریب بکنن. الله متعال برای ما در آیه 114 فرمود ظالمتر از این افراد کیست؟ کسانی که سعی میکنن تا مساجد رو تخریب بکنن، تخریب ظاهری و یا تخریب معنوی. تخریب ظاهری از بین بردن مسجد، ناپاک کردن مسجد و نجس کردن مسجد، رسیدگی نکردن به مسجد و ترمیم نکردن مسجد، و تخریب معنوی هم منع کردن از برپایی نماز، جلوگیری از ورود عده‌ای از انسان‌ها، گروه‌های سنی مختلف مساجد، جلوگیری از برگزاری حلقات درس، حلقات تفسیر، حلقات حفظ، حلقات تلاوت و اون فعالیت‌های اجتماعی که در مساجد برگزار می‌شود. همه اینها می‌تواند که مصداق تخریب معنوی مساجد باشد که این سه گروه انجام می‌دادند و انجام می‌دهند، یهودیان و مسیحیان و دیگر مشرکانی که با آنها از کفار هستند و همیشه بودند، حاکمان ظالم و مستکبر، فرماندهان ظالم و مستکبری که چشم دیدن مساجد را ندارند. الله متعال فرمود که اینها حق ندارند جز با ترس و نز وارد مساجد بشوند، یعنی اینکه امت اسلامی باید جلوی اینها را بگیرد و اجازه ندهد که وارد مساجد بشن و مساجد خود را از دست آنها آزاد بکنند. و در آخر به آنها وعده داد که لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. همه کسانی که دشمنی میکنند با مساجد، نتیجه آنها در دنیا خفت و خاری است. یقینا در همین دنیا هر کسی که با مساجد دشمنی کند خفت و خاری خواهد دید و در آخرت عذابی عظیم. و این آیه قبل از اینکه این اتفاق بیفتد نازل شده و جالبیش این هست که قبل از اینکه یهودیان، مسیحیان و مشرکان دست بردارند به این ظلم و ستم‌ها و تخریب مساجد، این آیه نازل شد و از آینده خبر میداد و به برای ما معرفی کرد. و قبل از اینکه اینها این اعمال را انجام بدن، الله متعال فرمود که اینها دشمن مساجد شما هستند و نمیخواهند مساجد شما باشد و نمیتوانند تحمل بکنند مساجد رو. مساجد قلب عبادت امت اسلامی است و مساجد خاری است. هر مناره یک مسجد یک خاری است در چشم دشمنان و صدای اذان رو نمیتونن تحمل بکنن. در ادامه الله متعال در آیه 115 که آیاتی است که در این برنامه به همراه شما به تلاوت میگیریم، الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. این آیه مرتبط است با آیه قبل. از اونجایی که در آیه قبل صحبت از
ظلم یهودیان، مسیحیان و دیگر کفار از مشرکان بود، مجموعه این گروه ها رو با وجود اینکه در بین یکدیگر درگیرن، بر علیه اسلام ید واحد هستند و منع میکنن مسلمانان رو از عبادت. الله متعال فرمود ولو اینکه اینها بخواهند تمام مساجد رو هم از بین ببرن، باز هم نمیتوانند جلوی عبادت مسلمانان رو بگیرن. و الله متعال در این آیه برای ما این رو مطرح میفرماید که اگر حتی شما رو از رفتن به مسجد منع بکنن، حتی اگر مسجدی نماند، مسجد خراب بشود، باز هم شما می توانید در جای دیگری عبادت بکنید. رسول الله علیه السلام فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، تمام کره زمین برای من مسجد قرار گرفته، جای پاکی برای نماز خواندن. و از لحاظ فقهی در هر جایی از کره زمین می شود نماز خواند، به استثنای مواردی که طبیعتاً نیاز به گفتن ندارد که اماکنی هستند که ناپاکن و اکرمکم الله جاهایی که نجاست در او هست و آلودگی در او هست، و همچنین غیر از جاهایی که نجاست هست در قبرستان ها هم رسول الله علیه السلام منع کرده که نماز خوانده شود و در جاهای دیگر از کره زمین می شود که نماز خواند و هر جا ما می توانیم نماز بخوانیم. امت اسلام به مانند یهودیان و مسیحیان نیستند که فقط در عبادتگاه های مخصوصشان بتوانند عبادت بکنند. ما هر جا می توانیم که نماز بخوانیم. الله متعال فرمود ولله المشرق و المغرب، از آن الله متعال است مشرق و مغرب. درباره شأن نزول این آیه مبارکه مفسرین روایات مختلفی رو ذکر کردن، شأن نزول‌های مختلفی که خلاصه آنها همه اشاره به دو موضوع داره. یکی تغییر قبله از سوی مسجد الاقصی به سوی مسجد الحرام در مکه مکرمه و موضوع دوم موضوع نماز خواندن به سوی قبله از طرف عده‌ای از صحابه در شب تاریکی در بین راه مکه به مدینه نماز می‌خواندن و به خیال خودشان سعی کردن تا قبله رو پیدا بکنن، اما بعداً متوجه شدن صبح آن روز که آن نمازی که شب خوانده بودن قبله رو اشتباه تشخیص داده بودن و اون رو به رسول علیه السلام مطرح کردن. عده‌ای هم گفتن این موضوع، این آیه هم در امتداد آیاتی که تغییر قبله از مسجد الاقصی به سمت مسجد الحرام بود نازل شده است. خلاصه این روایات همه اشاره به این موضوع دارد، تغییر قبله و یا تعیین اشتباه کردن در تعیین جهت قبله. درباره این موضوع این آیه نازل شده است و الله متعال در این آیه برای ما از آسانگیری تعیین جهت قبله میگوید، از آسانگیری در این باب میگوید. الله متعال میفرماید ولله المشرق و المغرب، از آن الله متعال است. لله لامی که من لفظ جلاله الله آمده لام اختصاص است، خاص الله متعال است. فقط الله متعال است که مالک مشرق و مغرب است، مشرق و مغرب. ولله المشرق و المغرب. در این آیه 115 سوره مبارکه بقره الله متعال فرموده الله مالک مشرق و مغرب است. در آیات دیگری ما تعابیر دیگری داریم که رب المشرقین و رب المغربین، تعبیر پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است. آنجا دو مشرق و دو مغرب ذکر شده است. مشرق میدانید محل طلوع، یعنی از جهت شرق گرفته شده، محل طلوع خورشید رو مشرق میگن و محل غروب خورشید رو مغرب میگن. آن لحظه‌ای که خورشید، اون جهتی که خورشید بالا می آید مشرق است و اون جهتی که خورشید غروب میکند پایین میرود میشود مغرب. ولله المشرق و المغرب. همه ما وقتی که خورشید بیرون میاد در سرزمین ما اون جهت مشرق است، جهت دیگر مغرب. خب یک مشرق داریم، یک مغرب داریم. در آیه دیگر میفهمند رب المشرقین و رب المغربین در سوره مبارکه الرحمن، پروردگار مشرق، دو مشرق و دو مغرب. آنجا مراد از دو مشرق و دو مغرب این هست که همون لحظه‌ای که در پیش ما آفتاب طلوع می‌کند، اون لحظه‌ای که پیش ما آفتاب طلوع می‌کند، همون لحظه جای دیگری از کره زمین آفتاب غروب کرده است. خب دقت بفرمایید که حالا برخی ادعا می‌کنند که تناقض وجود دارد. بعضی جاها گفته شده رب المشرق و المغرب، بعضی جا رب المشرقین و رب المغربین، رب المشارق و المغارب. در آیه دیگری الله متعال می‌فرماید پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها جمع به کار می‌برد. خب مفرد به تعبیر این است که هر کسی در جای خودش
یک مشرق دارد، یک مغرب دارد. یک جایی که آفتاب طلوع میکنه، یکی غروب میکنه. دو تصنیه مشرقین و مغربین، دو مشرق و دو مغرب، به اعتبار این هست هر جایی که آفتاب طلوع میکنه مشرق، همزمان محل غروب به نسبت یک جای دیگری در زمین است. هر جا که آفتاب طلوع میکنه به نسبت این نقطه‌ای که طلوع کرده آفتاب اینجا مشرق است، به نسبت نقطه دیگری در گوشه دیگه دنیا در حال غروب است آفتاب آنجا غروب کرده که پیش ما طلوع میکنن. پس هر مشرقی همزمان مغرب هم هست و هر مغربی همزمان مشرق هم هست، چون آفتاب پیش ما که غروب میکنه جای دیگری در حال طلوع است، جای دیگری مشرق است. پس ما آفتاب هم مشرق است در آن واحد، هم مغرب به نسبت جای دیگری، و مغرب به نسبت ما مغرب است به نسبت جای دیگری مشرق. پس دو تا مشرق داریم و دو تا مغرب همزمان، دو تا مشرق و دو تا مغرب داریم. به این حساب رب المشرقین و رب المغربین گفته شده. و در تعبیر دیگر که رب المشارق و رب المغارب استفاده شده است. رب المشارق و رب المغارب، مشرق ها و مغرب ها، محل طلوع خورشید در تابستان، در زمستان، در بهار، در فصل ها، در 4 فصل مختلف، در فصل بهار و تابستان و پاییز یا همان خزان و زمستان، مشرق ها متفاوت است. یعنی اینطور نیست که از یک جای مشخصی هر روز خورشید طلوع بکند، بلکه در فصل های مختلف جاهای مختلفی دارد و محل غروب هم در فصل های مختلف جاهای مختلفی است. این رو کاملا اگر عزیزان، این یکی از مسلمات علم نجوم است و از مسلمات است، یعنی شکی در این نیست، ولی مسلمات علمی است. ثابت شده است که محل غروب خورشید در تابستان و زمستان متفاوت است. اینطور نیست که همیشه در یک جا غروب بکنند. و حتی اگر یک مثال ساده خودتونم در داخل خانه این رو بخواید بررسی بکنید، داخل خانه خودتان اگر محل غروب خورشید رو ببینید، تابستان ها در یک مکانی غروب میکنه، تا زمستان جای دیگری غروب میکنه، تفاوت داره، یعنی یک جا نیستن. به همین خاطر ما مشرق ها داریم و مغرب ها داریم به اعتبار طلوع خورشید در مشرق و مغرب. و اونجا به خاطر همین در مثال تعابیر مختلف استفاده کرده است و هیچ تناقضی بین این تعابیر وجود ندارد. برگردیم به آیه 115 هم. در مثال میفرماید لله المشرق و المغرب، لله المشرق و المغرب، از آن الله متعال از جهت مشرق و مغرب. اینجا جهت مشرق و مغرب ذکر شده چون معروف ترین جهت ها هستند، وگرنه مراد کل جهت ها هستند. تمام گوشه و کنار دنیا، هر گوشه ای از این دنیا رو که شما در نظر بگیرید، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، هر جا رو که شما در نظر بگیرید از آن الله متعال است. همه اینها ملک الله متعال است. هر سو که بروید از آن الله متعال است. ولله المشرق و المغرب فاینما تولوا، پس هر گوشه ای که به هر سو که به اذن الله متعال و به دستور الله متعال شما رو بکنید، رو برگردانید با آن سمت به عنوان قبله، هر طرفی که شما را امر بکنه به عنوان قبله با آن طرف رو بکنید، پس آن جهت وجه الله، هر طرفی رو که الله متعال به شما امر بکنه که قبله آن طرف است، اگر بگه این طرف به سمت مسجد الاقصی بخوانید قبله مسجد الاقصی است، اگر بگوید مسجد الحرام بخوانید مسجد الحرام است، اگر جای دیگری بگوید آن طرف می شود قبله. فثم وجه الله، آنجا وجه الله، قبلة الله. وجه الله، کلمه وجه الله درباره این تعبیر مفسرین دو تفسیر نمودن. برخی از مفسرین اینجا گفتن که وجه الله، کلمه وجه اینجا به معنای قبله هست و از کلمه وجهه گرفته شده، همونطور که در همین سوره مبارکه بقره در آیه 148 در متن میفرماید ولکل وجهة هو مولیها ولکل وجهة، برای هر گروهی طایفه یک قبله است که به سمت او رو میکنند. هر کسی برای خود قبله‌ای دارد به سمت آن رو می‌کند. ولی کل وجهه اینجا میگویند که کلمه وجه از اون وجهه گرفته شده به معنی قبله. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بزرگترین مفسر صحابه میفرماید که اینجا مراد از وجه الله قبلة الله است، یعنی اینکه هر سویی که الله متعال شما را امر کرد، به هر سمتی که الله متعال شما را امر کرد که آن سمت نماز بخوانید، همون سمت قبله است، همون سمت قبله است، فرق نمی‌کنه دیگه. حالا دیروز مسجد الاقصی بود، امروز مسجد الحرام است. شبهه به دل خودتون راه ندهید. اینطور نشود که فکر بکنید خب چرا دیروز آن طرف بود امروز این طرف است. حکم الله متعال، امر الله متعال چرا ندارن؟ دیروز به شما میگفت به سمت مسجد الاقصی نماز بخوانید، امروز به سمت مسجد الحرام شما را میگوید نماز بخوانید.
اون روز به سمت مسجد حرام نماز بخوانید. قبله هر آن سویی که الله متعال به شما امر بکند همون سو قبله الله متعال است. این یک تفسیر است که وجه الله اینجا به معنای قبلة الله است و برخی دیگر از مفسرین درباره وجه الله اینجا گفتن که اینجا وجه به معنای یکی از صفات الله متعال است، یعنی اینکه اینجا کلمه وجه جزء صفات الله متعال است و مانند کل شیء هالک الا وجهه و اینجا مراد از وجه الله روی الله متعال است، یعنی هر طرفی که الله متعال شما را امر کرد با آن سمت شما نماز بخوانید روی الله متعال قبله الله متعال به همان سمت است. صفت وجه برای الله متعال صفت ید یعنی دست در آیات قرآن کریم استفاده شده برای الله متعال. اهل سنت نظرشون درباره این گونه صفاتی که برای الله متعال ذکر شده است، صفت وجه یعنی روی، صفت ید یعنی دست برای الله متعال، این هست که آن گونه‌ای که در قرآن کریم آمده است ما همان را میپذیریم، معنای او مشخص است اما کیفیتش برای ما مشخص نیست. ما دستی که شایسته ذات الله متعال است و یقینا آن دست به مانند هیچ کدام از مخلوقات او نیست. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر ولم یکن له کفوا احد هل تعلم له سمیع. همین آیات دلالت بر این دارد که هیچ یک از مخلوقات الله متعال به مانند الله متعال نیست. الله متعال ذاتی دارد که آن ذات متفاوت با مخلوقات اوست، ولی ذاتی دارد. الله متعال در صفات الله متعال در هر اسمی از اسمای الله متعال متضمن یک صفتی است و صفات الله متعال متفاوت با صفات مخلوقات اوست. الله متعال حی است، زنده است، ما هم زنده هستیم، اما زنده بودن الله متعال با زنده بودن ما بسیار متفاوت است. الله متعال میشنود، ما هم میشنویم، اما شنیدن الله متعال با شنیدن ما بسیار متفاوت است. الله متعال میبیند، ما هم میبینیم، اما دیدن الله متعال با دیدن ما بسیار متفاوت است. به همین شکل درباره این صفات هم صفت ید دست برای الله متعال، دستی که شایسته ذات الله متعال است. نمیگویم ید بلا کیف، دستی بدون کیفیت، نه. این تعبیر ید بلا کیف هم تعبیر درستی نیست که برخی استفاده میکنن. وجه بلا کیف بگوییم یا ید بلا کیف بگوییم، بگیم دست بلا کیف یا روی بلا کیف، روی که کیفیتی نداره. کیفیتی دارد، ما نمیدانیم کیفیت چگونه است. دست الله متعال، روی الله متعال کیفیتی دارد، آن کیفیت را ما نمیدانیم، ولی آنچه خودش به ما فرموده یقینا نه دست الله متعال نه روی الله متعال به مانند مخلوقاتش هیچ یک از مخلوقاتش نیست، یقینا به مانند مخلوقات او نیست. و ما در این باب اهل سنت نظرشون همه قاطبتا این هست که درباره صفات الله متعال ما صفات الله متعال رو آنگونه‌ای که در قرآن کریم آمده است معنای او مشخص است، معنا رو میپذیریم، کیفیت رو به الله متعال تفویض میکنیم، یعنی الله متعال خودش بهتر میداند که کیفیت این صفات چگونه است و نه انکار میکنیم و نه او رو تعبیل میکنیم به معنای دیگری که نیازی به آن نباشد. البته در این آیه واضحاً به صورت واضح فثم وجه الله، قول راجح مفسرین این هست که اینجا وجه الله جزء صفات الله متعال، این کلمه وجه اینجا جزء صفات نیست، اینجا وجه به معنای قبلة الله، قبلة الله ولکل وجهة هو مولیها، همونطور که در آیه 148 سوره مبارکه بقره بهش اشاره می شود. اینجا از اون تعبیر وجهه گرفته شده، یعنی سو، یعنی قبله، با آن سمت قبله. و الله متعال در اینجا میفهمد، اینجا اشاره کردم که برخی گفتن که اینجا از صفات الله متعال است، روی الله متعال، و قول راجح تر این است که اینجا جز صفات نیست، اینجا معنای قبله است. و فاینما تولوا فثم وجه الله، هر سویی که هر طرفی که به اذن الله متعال شما امر کرد رو کردید با آن سمت، همون طرف قبله است، همون طرف قبله الله متعال به همان سو هست. و در ادامه الله متعال میفرماید ان الله واسع علیم، ان الله واسع علیم، همانا الله متعال واسع، وسعت دارد، رحمتش، لطفش، بخشش است، بخشش او، علم او، ملک او، پادشاهی او گشایشگر است. و هر صفتی که از صفات الله متعال دارد، همه صفات الله متعال وسعت دارد. و رحمتی وسعت کل شیء، الله متعال میفهمد رحمت من در بر گرفته همه چیز را. الله متعال لطف او، رحمت او، علم او همه چیز رو در بر گرفته است، گشایشگر است و گشایشگر علیم است، بسیار داناست، علم دارد، علم او همه چیز را فرا گرفته است. الله متعال سخت نمیگیرد بر بندگان خود. درباره شأن نزول این آیه یکی از مواردی که ذکر کردم و این موضوع رو فإنما تولوا فثم وجه الله با توجه به آخر آیه ان الله واسع علیم،
الله متعال سخت نمیگیرد بر بندگان خود و وسعت دارد، سعه صدر دارد. الله متعال احکام او، دستورات او وسیع است، همه جوانب رو در بر میگیره. فقها از این آیه این رو هم استنباط کردند و با توجه به حدیثی که از رسول علیه السلام ثابت است که روی سواری خود حرکت میکردن و نماز نفل میخواندن در غیر جهت قبله، این رو استنباط کردن از این آیه که اگر کسی به یک سمتی حرکت میکند و به آن سمت دارد میرود میتواند نماز نفل بخواند. البته این رو هم ناگفته نماند، عده‌ای از مفسرین در شأن نزول این گفتن قبل از این آیه، قبل از نزول آیات تغییر قبله به سمت مسجدالحرام بوده است و این آیه اجازه میداده که به هر سمتی که بخواهند نماز بخوانند و بعد در آیه 149 و 150 سوره مبارکه بقره نسخ شده حکم تمام ابعاد، بخشش باقی مانده که نماز نافله است، میشه به هر سمتی خواند بر روی سواری فقط البته، و نماز فرض و واجب حتما باید به سمت مسجدالحرام خوانده شود، چون آنجا الله متعال میفرماید و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. هر سمتی که هر وقت از خانه خارج شدی، هر وقت شما خواستی که به نماز بخوانی، فول وجهک شطر المسجد الحرام، روی خود رو به سمت مسجد الحرام بکنید. و در اون باب پس از این آیه نمی شود که این گونه استنباط کرد که هر کسی به هر سوی نماز بخواند پس نماز اون جایز است، چون در آیه 150 و 149 و 150 صراحتاً درباره رو کردن به قبله صحبت می‌کنند و بحث تغییر قبله در ابتدای جزء دوم از 142 تا 151 مفصل ذکر می‌شود و سه بار در اونجا امر می‌شود به سمت مسجد الحرام نماز خوانده شود. و از اونجایی که حدیثی است و دلالت می‌کند که رسول الله علیه السلام نماز نافله را روی سواری خود به غیر جهت قبله هم خواندند، علما از این فتوا استنباط می‌کنند که می‌شود نماز نافله را در سواری، کسی که سوار وسیله نقلیه خود هست یا در هواپیمای سوار هست یا در قطاری سوار هست، می‌شود نماز نفل به غیر از جهت قبله هم خواند. اما نمازهای واجب رو هم در شرایط ضروری و اضطراری، نماز فرض رو مثلا نماز واجب 5 وقت رو، واجب یومیه رو، کسی در هواپیما سوار است به یک سمتی می‌رود، خب جهت هواپیما به دست انسان نیست که انسان جهتش رو بخواد تعیین بکنه و به جهت قبله هم نیست. خیلی وقت‌ها الزامی وجود ندارد که حتما آدم در چنین شرایطی بیاد و یک گوشه پیدا بکنه به رو به قبله. حتما می‌شود به هر سمتی نماز خواند و خصوصا که در بعضی هواپیماها از لحاظ شرایط امنیتی اجازه نمیدن که خب وزن هواپیما باید تعادل داشته باشه سمت راست و چپش و اجازه نمیدن که هر جمعیتی یک گوشه بیستن، این طرف بیستن یا اون طرف بیستن. در این باب وسعت دارد. به خاطر الله متعال در پایان آیه میفهمد ان الله واسع علیم، الله متعال وسعت دارد علم او، الله متعال وسعت دارد رحمت او و لطف او. در این باب میشود که آسانگیری کرد و نباید سخت گرفت. در شرایط خاص، در حالت عادی باید روی به قبله بایستد انسان برای نمازهای واجب، اما در شرایط سخت و شرایط اضطراری کسی که نمیتواند، برای او امکان ندارد، بیمار است، نمیتواند، میشود به هر سمتی که بخواهد نماز بخواند، خصوصا در جاهایی که انسان در وسیله است که وسیله نمیتواند او رو جهتش رو تعیین بکنه یا او رو متوقف بکنه و نمازش قضا میشه که در همون سواری هواپیما یا قطار یا هر وسیله دیگری که است نماز شام طور نشسته مثلا بخواند و به هر سمتی هم که بود میشود خواند. فإنما تولوا فثم وجه الله، پس هر سمتی که شما رو بکنید همون طرف قبله الله متعال به حساب میاد در شرایط خاص و اضطراری و در نمازهای نوافل که سنت رسول علیه السلام ثابت است. ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. در آیه بعد الله متعال میفرماید و قالوا اتخذ الله ولدا. بحث برمیگردد دوباره به موضوع سه گروه دشمن موحدین و اسلام و مسلمین که در آیه 113 از آنها یاد شده بود، یهودیان، مسیحیان و مشرکان دیگری که غیر از آنها هستند و کفاری که غیر از آنها هستند و دشمنی دارند با اسلام و مسلمین. الله متعال بعد از اینکه موضوع دشمنی آنها با عبادت مسلمانان، بزرگترین مظهر عبادی مسلمانان مسجد رو ذکر کرد، طبیعتا وقتی که به دنبال تخریب مساجد هستند به دنبال تخریب هر عبادت دیگری و هر مظهری از مظاهر عبادی مسلمانان خواهند بود. الله متعال در ادامه میفهمد که اینها نسبت به الله متعال هم بسیار گستاخی میکنن و بی‌ادبی و توهین میکنن. هر سه گروه اینها و قالو و میگفتن و گفتن و قالو اینجا جمع است، فعل جمع است، یعنی هر سه گروه، هم یهودیان، هم مسیحیان و هم مشرکانی که دیگری که از زمان رسول علیه السلام بودن و امروز هم خیلی ها هستن، همه اینها میگفتن و قالوا اتخذ الله ولدا، الله متعال برای خود فرزندی برگرفته است، فرزندی انتخاب کرده است. و قالوا اتخذ الله
ولدا. اینها برای خود میگفتن که الله متعال برای خود فرزندی انتخاب نموده است. این جمله که الله متعال برای خود فرزندی انتخاب نموده است، الله متعال در ادامه متصل میفهمد سبحانه، پاک و منزه هست الله متعال از این تهمتی که به او میزنن، از این اهانتی که به او میکنن، از این توهینی که در حق الله متعال روا میدارند. بسیار موضوع مهمی است. گمان نبرید که کسی بگوید خب مثلا فلانی فرزند الله متعال است، عیسی پسر الله متعال است، عزیر پسر الله متعال است، این آسان است. مسئله سختی نیست. حالا چی می شود؟ چه نقصی در ذات الله متعال ایجاد می شود؟ این اهانت و توهین به الله متعال به حساب می آید. زیرا الله متعال در آیات مختلف برای ما می فرماید که این سه گروه مسیحیان، یهودیان و مشرکان برای الله متعال فرزند قائل میشوند. میگن الله متعال فرزندی انتخاب کرده است. در آیه 30 سوره مبارکه توبه الله متعال میفرماید و قالت الیهود عزیر ابن الله. یهودیان گفتن عزیر پسر الله متعال است، عزیر ابن الله. و قالت النصارى المسیح ابن الله. و نصارا و مسیحیان گفتن مسیح فرزند الله و پسر الله متعال است. یضاهئون قول الذین کفروا، به مانند قول کافرانی که اونها باز برای الله متعال، کافران دیگری که مراد مشرکین مکه هستند، که برای الله متعال اونها دخترانی قائل میشدن، برای الله متعال دخترانی قائل میشدن. قاتلهم الله ان یؤفکون. الله متعال میفهمد که الله اونها را بکشد. از کجا چون این تهمتی را میزنند؟ یهودیان میگفتن عزیر فرزند الله است، مسیحیان میگفتن عیسی علیه السلام فرزند الله متعال است. و مشرکان مکه در سوره مبارکه النحل الله متعال در آیه 57 میفرماید و یجعلون لله البنات و یجعلون لله البنات. برای الله متعال بنات، دخترانی را قرار داده بودند. مشرکان مکه بر این باور بودند که ملائکه نعوذ بالله دختران الله متعال هستند. در همون آیه 57 سوره مبارکه النحل الله متعال میفرماید سبحانه، مثل همین تعبیری که اینجا دارد در 116 سوره مبارکه بقره. الله متعال میفرماید سبحانه، پاک و منزه است الله متعال از اینکه دخترانی داشته باشد. ولهم ما یشتهون. عجیب‌تر است الله متعال میفرماید مشرکان بر الله متعال نسبت میدادند که ملائکه دختر الله متعال است و خودشان برای خودشان دختر رو نمیپسندیدند. و اذا بشر احدهم، بعدش میفرماید 58 و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقتی که به خود یکی از اونها گفته میشد فرزند دختری برای تو همسرت به دنیا آورده است، بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، صورتش سیاه میشد و هو کظیم، خشمگین میشد، اعصابش خراب میشد وقتی که خبر دختردار شدن بهش میرسید. و یتوارى من القوم، پنهان میشد از قوم خودش، من سوء ما بشر به، از شومی خبری که به او رسیده است. ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب، که آیا این رو با خفت و خواری نگه دارد و بزرگ کند یا او رو در زیر خاک لگدمال کند و زنده به گور کند. الله تعالی میفرماید این رفتار خودشون وقتی دختر داشتن این حکم بدی، در آخر آیه میفهمید چه بد حکم میکردن. همین تصورشون نسبت به دختر داشتن این تصور بدی بود، این ظلم بود که اونها دخترها رو میکشتن و در آیات فراوان در این باره صحبت میشود. اینجا مراد این نیست که دختر بد است، مراد این بود که الله متعال میفرمود شما میگید الله متعال خودش دختر دارد، خود شما یک تصور باطل و غلطی دارید که دختر داشتن رو دوست ندارید. وقتی خودتون دوست ندارید چطور به الله متعال نسبت میدید؟ این اونها رو با توجه به اون کاری که انجام میدادن و عرف و رسومی که داشتن، چیزی که خودشون بد میپنداشتن برای خود، الله متعال فرمود وقتی برای شما خودتون بد میپندارید چرا برای الله متعال بس استفاده میکنید؟ اونها میگفتن که الله متعال دختر دارد. خلاصه بحث این که یهودیان میگفتن عزیر فرزند الله متعال است، مسیحیان خب معروف است تا امروز میگویند که عیسی نعوذ بالله پسر الله متعال است. الله متعال در سوره مبارکه مریم که درباره بانو مریم است، بانو مریم علیها السلام که چقدر قرآن کریم به این بانوی عظیم احترام گذاشته و تنها بانویی است که نامش در قرآن کریم ذکر شده است، تنها زنی که نام او در قرآن کریم ذکر شده و یک سوره به نام اوست که در بین افراط و تفریط مسیحیان و یهودیان قرار گرفته است. یهودیان ایشون رو متهم میکنن به زنا نعوذ بالله و لعنت و نفرین میکنن و کافر میپندارن و مسیحیان هم درجه خدایی به اونها به ایشان دادن. در این میان مسلمانان هستند که بیشترین احترام رو به بانو مریم گذاشتن و اون گونه‌ای که شایسته است که از اولیای الله متعال او را میشمارن و الگوی مؤمنان میپندارن و درباره اون بانوی عظیم آیات و روایات فراوانی در قرآن کریم، احادیث رسول علیه الصلاه و السلام وجود دارد.
در سوره مبارکه مریم الله متعال برای ما در آیه 88 میفرماید، از 88 به بعد این موضوع فرزند نسبت فرزند دادن به الله متعال رو به سختی برای ما به شدت محکوم میکنند. میفرماید و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، و گفتن که الله متعال برای خود فرزند انتخاب کرده. دقیقاً شبیه همین تعبیر است. و قالوا اتخذ الله ولدا، اونجا به جای لفظ الله الرحمن استفاده می شود. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، چه چیز بدی گفتید. تکاد السماوات یتفطرن منه، نزدیک است که آسمان ها از هم بپاشند از این سخن سخت. تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض، نزدیک است که آسمان زمین دهن باز کند و همه را ببلعد. و تخر الجبال، کوها از هم فرو پاشند. ان دعوا للرحمن ولدا، این که برای الله رحمان آنها ولد فرزند انتخاب کردند. و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، شایسته ذات الله متعال نیست که برای خود فرزند انتخاب کند. فرزند داشتن نشانه ضعف است. فرزند داشتن نشانه ضعف است، توهین بر الله متعال است. قل هو الله احد، الله یگانه است در ذات خود، در صفات خود، در افعال خود. الله احد، قل هو الله احد الله الصمد، الله بی‌نیاز است، در هیچ چیزی به هیچ کسی نیاز ندارد و همه در هر چیزی به او نیازمندند. همه در هر چیزی به او نیازمندند. لم یلد و لم یولد، نه زاییده شده و نه زاییده است، نه پدر کسی است و نه فرزند کسی است. لم یلد و لم یولد، نه فرزندی دارد نه خود او فرزند کسی است. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، و هیچ کسی در عالم همتای او نیست، به مانند او نیست. الله یگانه است. الله متعال میفهمد نزدیک از آسمان ها از هم بپاشد، کوه فرو پاشند، منفجر بشن، زمین دهن باز کنه. این موضوع آسانی نیست که کسی بیاید و با اعتقاد مسیحیان همراه بشه و به اونها تبریک بگوید، اعتقاد اونها رو، باور اونها رو، جشن کریسمس بگیره، با اونها شریک بشه، خودش رو تشبیه بکنه به مسیحیان. و متاسفانه بسیاری از مسلمانان ما این چیزها رو خیلی ساده میپندارن. موضوع بحث کریسمس و جشنی که گرفته میشه با عنوان جشن کریسمس، تولد، حالا توجیه میکنن که تولد عیسی علیه السلام است. نه، اونها منظورشان این نیست که تولد عیسی علیه السلام است. اونها عیسی رو خدا میپندارن، تولد خدا میگوین. موضوع بحث این است، موضوع اعتقادی است. الله متعال میفهمند و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، گفتن الله رحمان ولد دارد. الله نیاز به فرزند ندارد. فرزنددار شدن نشانه ضعف است. من انسان نیاز دارم فرزند داشته باشم، چون فردا پیر میشم، فردا دست به عصا میشم، باید یکی باشه که من کمک بکنه. من نیاز دارم به فرزند خودم، نیاز عاطفی دارم، نیاز روحی دارم، نیاز مالی و اقتصادی دارم در آینده که فرزند من راه من رو ادامه بده. یک نقصی دارم، نیاز دارم راه من رو ادامه بده، نیاز دارم که پشتوانه من باشه، میخواهم که نسل من گم نشه. همین نشانه ضعف است دیگه. هر کدوم از این دلایل، همین دلیل فرزنددار شدن رو شما پیدا بکنید. هر دلیلی که انسان برای فرزنددار شدن بیاورد نشانه ضعف است. الله متعال نیازی ندارد به این چیزها. چرا باید پسری داشته باشه؟ چرا باید دختری داشته باشه؟ چرا باید فرزندی داشته باشه؟ و قالوا اتخذ الله ولدا، گفتن الله متعال فرزندی برای خود برگزیده است. سبحانه، پاک و منزه است الله متعال از اینکه فرزندی داشته باشد. نیازی به فرزند نداره. چرا باید فرزند داشته باشه؟ بل له ما فی السماوات والارض، اینطور نیست که شما گمان میکنید، بلکه حقیقت این است که له ما فی السماوات والارض، هر آنچه که در آسمان های عظیم است، تمام آنچه که در آسمان ها شما میبینید، از کهکشان ها، از سیاهچال ها، میلیاردها میلیارد ستاره و سیاره و هر آن چیزی که در آنها هست و ما نمیدانیم، و زمین و تمام جزئیاتش و دریاها و هر آنچه که در آن است. له ما فی السماوات و الارض، تمام آنچه در آسمان و زمین است از آن الله است. کل له قانتون، همه تمام آنچه در آسمان و زمین است برای الله متعال مطیع و فرمان بردارند. همه در خدمت او هستند، در طاعت او هستند، در عبادت او هستند. تسبح له السماوات السبع و الارض و من فیهن، آسمان های هفتگانه و زمین و هر آنچه بین آسمان ها و زمین است به تسبیح و حمد و تقدیس او مشغولند. و ان من شیء الا یسبح بحمده، هیچ ذره در آسمان ها و زمین نیست مگر اینکه به تسبیح الله متعال مشغول است. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما متوجه نمیشید چگونه تسبیح میگویند. ذره ذره عالم، مولکول عالم به تسبیح الله متعال مشغول است. در سوره مبارکه اسراء میفرماید آیه 43. این حکایت کل له قانتون، همه مطیع و فرمانبردار الله متعال هستند.
همه مطیع فرمانبردار الله متعال هستند. حتی همون کافری که الله متعال رو به عنوان الله قبول ندارد، دین رو قبول ندارد، تک تک سلولهای بدن او مطیع دستورات الله متعال است، تابع قوانین الله متعال است. الله متعال جسم او رو خلق کرده، تمام زندگی او، تمام آنچه دور و بر او زندگی میکنند، ارتباط او با دیگران، آنچه میخورد، آنچه میپوشد، آنچه که میگوید، آنچه میشنود، تمام عالمی که در او زندگی میکنه، تک تک جزئیات بدن او، سلولهای بدن او و مولکولهای اطرافی که در عالم او وجود دارن، همه تابع دستورات الله متعال هستند. قانون الله متعال است. تمام بدن او رو، ذره ذره بدن او تابع قوانینی است که الله متعال در خلقت جسم او قرار داده است. بخواهد یا نخواهد، بخواهد یا نخواهد، تابع الله متعال است. ناخواسته تا بدن او، جسم او تابع است. خود او تابع نیست، جسم او تابع است. جسم او نمیتواند که تابع نباشد، جزئی از این مخلوقات است. الله متعال چه نیازی دارد به فرزند داشتن؟ کل له قانتون بدیع السماوات و الارض. آن ذاتی که ابداع کرده است آسمان ها و زمین رو. بدیع از ابداع می آید. ابداع خلقتی یک شی بدون نسخه قبلی را می گویند. اختراعی، نوآوری از نو آوردن. ابداع یک شیئی که هیچ نسخه قبلی نداشته و او رو به وجود آورده الله متعال. بدیع السماوات و الارض. الله متعال آسمان ها و زمین را بدون نسخه قبلی به وجود آورده است. این که انسان یک شیئی باشه مثل اون رو درست بکنه، این کار آسانی است، ولی این که نباشه و یک شیئی رو از صفر تا صدش رو با این شگفتی ابداع بکنه. الله متعال ابداع کرده است. بدیع السماوات و الارض. تمام آسمان ها و زمین را الله متعال از هیچ به وجود آورده، بدون نسخه قبلی به وجود آورده، با این شگفتی و نظم و انضباط و قوانینی که وجود دارد در عالم. همین این قوانین را الله متعال قرار داده است. و یک نکته لطیفی این وسط است. وقتی که الله متعال این دنیای فانی را با این ابداع، با این نوآوری، با این زیبایی آفریده است، دنیایی که فانی هست، آن دنیای سرای جاویدان رو چگونه آفریده است؟ اون دنیایی که باقی میماند، آن جنتی که برای همیشه باقی میماند رو الله متعال چه ابداعی آنجا به خرج داده است. الله متعال اونجا چه هنری رو برای ما نشان خواهد داد. الله متعال چه خلقتی رو آنجا به تصویر کشیده است. دنیایی که فانی است انقدر زیبا است، اون دنیایی که ماندگار است چگونه خواهد بود. بدیع السماوات و الارض. کسی که آسمان ها و زمین رو ابداع کرده است دیگه چه نیازی دارد؟ و اذا قضا امرا. و هرگاه که اراده او و خواست او به شیئی برود که آن شیء انجام شود، هر وقت اراده کند تا کاری انجام شود. و اذا قضا امرا، قضا از قضا و قدر میاد. هر وقت اراده کند بخواهد شیئی را، فانما کافی است که یقول له، بگوید به او کن، انجام شو، فیکون، انجام می شود. در سوره مبارکه یاسین آیه 82 یکی مانده به آخر سوره میفهمد انما امره اذا اراد شیئا. امر او این است که وقتی یک شیئی را اراده بکنه، یک شیئی که نیست اصلا، وجود ندارد، در عالم وجود ندارد، اما در علم الله متعال که میخواهد آن را به وجود بیاورد وجود دارد. الله متعال به آن شیئی که در علم او هست ولی در واقع نیست، میخواهد او را به وجود بیاورد، امر میکند به وجود بیا. آن شیئی که در علم الهی است تبدیل میشود به یک شیء واقع در حقیقت و او را ما میبینیم. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کافی است دو حرف استفاده شود، کن، انجام شو. یک شیئی رو الله متعال اراده میکند در علم خود که به وجود بیاید، همان شیئی که وجود ندارد در واقع اما در علم الله متعال وجود دارد. الله متعال آن شیء را در علم خود خطاب قرار میدهد و آن شیء در واقعیت به وجود می آید. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. آن آیات آخر سوره مبارکه یاسین آیات عجیبی است. اولیس الذی، قبل از این آیه میاد اولیس الذی، آیه 82 آیه 81 اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. آن کسی که آسمان ها و زمین رو یک دفعه به وجود آورده نمیتواند دوباره به وجود بیاورد؟
میفهمد ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون. شما که آفرینش بار اول را دیده اید چرا آفرینش بار دوم را انکار میکنید؟ شما که دیدید الان، شما که یک بار دیدید اون که ذاتی که این آسمان ها و این عظمت رو به وجود آورده و شما هم میمیرید و همه شما خواهید مرد و این دنیا به پایان خواهد رسید، آیا دوباره نمیتواند به وجود بیاورد؟ چرا این چیزها رو باور نمیکنید؟ الله متعال میفرماید برگردیم آیه 117 و اذا قضى امرا، وقتی که اراده کند شیئی به وجود بیاورد، کافی است یقول له کن، بگوید انجام شو، فیکون، انجام می شود، در جا انجام می شود. اراده کند بفرماید کن، انجام می شود. اینجا یک اشاره لطیفی دارد به موضوع خلقت عیسی علیه السلام. در سوره مبارکه آل عمران الله متعال میفرماید ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. حکایت عیسی علیه السلام که شما درباره اون قد غلو کردید و میگید فرزند در الله متعال است، زیرا پدری ندارد. چون پدر ندارد، از یک بانوی دوشیزه، دختر دوشیزه که شوهری نداشته فرزندی به دنیا آمده و همین خاطر میگید پدر او الله است. الله متعال میفرماید مثال آدم که از مثال عیسی سنگین‌تر است. حکایت آدم که نه پدری دارد نه مادری دارد. آدم علیه السلام حداقل عیسی علیه السلام مادری که داشت که در شکم او بماند، رشد کند، از او متولد شود. آدم علیه السلام که پدری ندارد، مادری هم ندارد. عیسی که مادر داشت حداقل. اگر قرار شما این قلوب رو بکنید در حق آدم خب اولاتر از این قلوب. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. او را از خاک خلق کرد، ثم قال له کن، به او گفت انجام شو، فیکون، پس انجام شد. حکایت عیسی علیه السلام مثل آدم است. عیسی علیه السلام را الله متعال این گونه به وجود آورد، همان گونه که آدم را به وجود آورد، به او دستور داد و این شبیه همین تعبیر است اینجا هم، چون آخر اون آیه هم آیه 59 سوره مبارکه آل عمران الله متعال فرمود ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسی علیه السلام با یک کن فیکون کن فیکون، با یک دستور الله متعال که انجام شو، انجام شد. همون دستور رو الله متعال میفهمد من عیسی رو با یک دستور خود به وجود آوردم، با یک دستور خود به وجود آوردم. اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. من عیسی رو، آدم رو، تمام دنیا رو با یک امر کن به وجود آوردم. اینها مخلوقات من هستند. چگونه یک مخلوقی که خودش میمیرد میتواند صفات خدایی داشته باشد؟ همین که متولد شده عیسی علیه السلام از یک بانو به نشان این است که نیازمند اوست. وقتی نیاز داشت دیگه خدا نیست، چون صفت خدایی الله الصمد، الله بی نیاز است. هر کسی که نیازمند ذاتی است پس نمیتواند خدا باشد. کسی که مادری دارد محتاج مادر خدا است، پس چون محتاج مادر خدا است پس نمیتواند خدا باشد، چون نمیتونه خدا باشه. خدا که بی نیاز است، نیازمند نیست. کسی که محکوم به زوال است، میمیرد، نمیتونه خدا باشه. کسی که میخورد و میآشامد نمیتونه خدا باشه، چون نیازمند خوردن است، نیازمند آشامیدن است. کسی که میخوابد نمیتونه خدا باشه، چون نیازمند استراحت است. اینها بدیهیات عقلی است. فهم اینها کجاش مشکل است؟ و اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. چگونه شما میایید و برای الله متعال فرزند نسبت میدهید؟ این شرک است. شما یک ذاتی از مخلوقات الله متعال رو در صفات الهی با او شریک بکنید. این سنگین است. برای الله متعال فرزند قائل میشوید. الله متعال فرزندی ندارد. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا و ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. در شأن الله متعال نیست که برای خود فرزندی انتخاب بکند. در ادامه الله متعال میفهمد باز درباره بیان صفات این گروه، این سه دسته سوم را الله متعال در این آیه ذکر می‌فرماید. و قال الذين لا يعلمون در 118 و میگویند کسانی که نمیدانند، نادانان، بیخبران از کتاب‌های آسمانی. الذين لا يعلمون، اینجا مفسرین برخی گفتن اینجا هم مراد اهل کتاب بنی اسرائیل هم هستند، اما راجح‌تر این است که اینجا الذين لا يعلمون با توجه به اینکه عین همین تعبیر در آیات گذشته در آیه 113 در ابتدای صفحه ذکر شد.
آنجا فرمود الله تعالی کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. بعد از اینکه یهودیان گفتن لیست النصارى علی شیء و نصارا گفتن لیست الیهود علی شیء و الله تعالی فرمود و هم یتلون الکتاب، در حالی که در کتاب آسمانی آمده بود که پیامبر بعدی ایمان میآورند، اما نه یهود به پیامبر بعدی ایمان آورد و نه مسیحیان و نصارا به پیامبر بعد از خود ایمان آورد. کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قوله. مشرکان هم مثل اینها میگفتند که مسلمانان بریچه نیستند. با توجه به اونجایی که قال الذین لا یعلمون مراد مشرکان بودند، اینجا هم در آیه 118 ما قال الذین لا یعلمون راجع این هست که و قال الذین لا یعلمون مشرکان زمان رسول علیه السلام و اونها گفتند لولا یکلمنا الله، چرا الله متعال با ما کلام نمیگوید، سخن نمیگوید. این تعبیری که اینجا ذکر می شود آیه 118 از زبان مشرکان زمان رسول صلی الله علیه و سلم، این آیه است که برای امروز ما هم بسیاری این سخن رو میگویند. و قال الذین لا یعلمون، عده‌ای از نادانان، بیخبران، کسانی که نمیدانند گفتند لولا یکلمنا الله، چرا الله ای محمد علیه الصلاه و السلام، چرا الله خودش، این اللهی که میگی خالق آسمان ها و زمین است، این الله اون الله که تو رو رحمان میدانی و صفاتی به میدهی، چرا خودش با ما سخن نمیگوید؟ یک دفعه بیاد با ما صحبت بکنه که ما یقینا مطمئن بشیم دیگه چک و شبهه باقی نماند. چرا خودش با ما صحبت نمیکنه؟ او تأتینا آیه، یا اون معجزاتی که ما میخوایم رو چرا نمیآوری؟ چرا معجزاتی که ما میخوایم نمیآوری؟ بعد برای ما معجزه بیاوری. بعضی ها امروزه هم همچین حرفایی میزنن. اگر خدا هست چرا من اون رو نمیبینم؟ اگر خدا هست بعد یک معجزه من ببینم. در سوره مبارکه انعام الله متعال میفرماید در آیه 109 واقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیه لیؤمنون بها، قسم میخورن، قسم آیه بسیار محکم که اگر معجزه‌ای که ما میخوایم بیاید حتما قطعا و یقینا با آن ایمان میآوریم. قل انما الآیات عند الله، بگو معجزات از جانب الله متعال است و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. شما از کجا میدانید وقتی معجزات بیاد آنها ایمان بیاورند؟ در سوره مبارکه اسراء آیات 89 به بعد بخشی از این معجزاتی رو که اینها می‌خواستن الله متعال برای ما ذکر می‌فرماید و قالوا لن نؤمن لك، گفتن هرگز به تو ایمان نمیآوریم حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، در این بیابان خشک مکه برای ما چشمه‌های آب جاری کن. دوباره گفتن او تکون لك جنة من نخیل و عنب، یعنی اینکه برای تو باغی باشد از انگور و همچنین خرما. فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، نهرهای آبجاری بشه وسط این باغ ما ببینیم. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، تو میگه عذاب الهی نازل میشه، خب این ابرها یک قسمتی از آسمان رو بر کله ما بیانداز، ما را از بین ببر، ما ببینیم چطور ما را از بین میبری. او تأتی بالله والملائکه قبیلا، الله رو بیار، ملائکه رو بیار روی زمین، ما رو ببینیم، روبروی ما رو ظاهر بکن، الله رو نشان بده. همون چیزی که یهودیان از موسی علیه السلام خواست. ملائکه که میگویی ملائکه رو بیار به ما نشان بده، این ملائکه رو به ما نشان بده، این ملائکه رو نشان بده. الله متعال باز این رو شبهات رو یکی یکی در آیات مختلف جواب داده است. ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، الله متعال فرمود اگه ملک بیاد خب اون شکل ملکی که شما نمیتونی ببینیش، اگه ببینی هم میگه جن دیدیم، اگه ببینی هم میگه ما رو سحر کردن، به شکل انسانی هم بیاد که تو باز میگه انسانی بود. ادامه آیات معجزاتی که خواستن گفتن که اینها رو بیاور. او یکون لک بیت من زخرف، یا اینکه خانه ای از طلا برای خودت درست بکن، جواهرات. او ترقى فی السماء، یا جلوی چشم ما همینجوری برو بالا، برو با آسمان. تو میگه از آسمان وحی میاد، جلوی چشم ما میستیم، تو پرواز کن برو با آسمان. ولن نؤمن لرقیک، اینم قبول نیست که فقط بری با آسمان، نه حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، بعد که برمیگردی برای ما کتابی نازل کن، زیر بغلت کتابی باشه، بیا پایین، وقت برو با آسمان با کتاب بیا پایین از آسمان، کتاب رو ما بده ما بخونیم. قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، بگو که پاک و منزه است الله متعال، آیا غیر از این است که من یک پیامبر بیش نیستم؟ این معجزاتی که خواستن هرگز اتفاق نیفتاد. این معجزاتی که خواستن اتفاق نیفتاد. الله متعال میفرماید اینها كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، همچنین کسانی که قبل از اینها بودن، یهودیان، مسیحیان، اونها هم همچین معجزاتی رو خواستن، مثل کلام اینها گفتن. برای موسی علیه السلام گفتن لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ای موسی ما هرگز به تو ایمان نمیآوریم تا اینکه الله رو کامل همطور واضح ببینیم. با آیات
برای 55 همین سوره مبارکه شرحش گذشت مفصل. همچنین درباره عیسی علیه السلام گفتن که هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیة منک. گفتن که آیا خدای تو میتواند سفره‌ای برای ما بفرستد پر از نعمت، بشینیم خوشوش بکنیم، روز عید ما باشد، معجزه حساب بشه. این رو خواستن از عیسی علیه السلام، این معجزه را از عیسی علیه السلام خواستن. عیسی برای ما یک سفره پررنگ از انواع و اقسام خوردنی ها و نوشیدنی ها باشد، بیاید عید بگیریم، جشن بگیریم، بکوبیم، برقصیم. آیا خدای تو میتواند این کارو بکنه؟ الله متعال در ادامه فرمود که من اینو میفرستم عیسی، من این چیزی که خواستن میفرستم، اما اگر بعد از آمدن این معجزه یک نفر از اونها کافر شد، عذاب من میاد همه اونها را از بین خواهد برد. این سنت الهی بود. اگر معجزه‌ای می آمد و کسانی که مخاطب معجزه بودن به او ایمان نمی آوردن، بعد از او عذاب می آمد و همه رو هلاک میکرد و از بین می برد. الله متعال میفرماید و ما یشرکم انه اذا جاء لا یؤمنون. تو از کجا میدونی وقتی که این معجزات بیاید اینها ایمان می آورند؟ اینها ایمان نمی آورند. مگر این همه معجزاتی که دیدن ایمان آوردن؟ مگر این همه معجزاتی که دیدن اینها ایمان آوردن؟ تشابهت قلوبهم، اینها قلب‌های اونها مثل هم است. قلب یهودی، قلب مسیحی، قلب کافر مشرک هم مثل هم است. قلب اینها قفل شده، قلب اینها بسته شده، اینها نمیپذیرن. معجزات هم به اینها نشون بده قبول نمیکنن. چرا؟ قد بینا الآیات، من الله بعظمت بیان کردم معجزات خودم رو، واضح و آشکار نشان دادم. لقوم یوقنون، برای قومی که یقین دارن، باور دارن، به دنبال حق هستن، طلب میکنن یقین رو، طلب میکنن حق رو، حقیقت رو. کسانی که میخواهن به یقین برسن، کسانی که چشم دل آنها کور نیست. شما برای کسی که چشمش نمیبیند، با کمال احترام به همه عزیزان و سرورانی که الله متعال آنها رو با چشمانشان ابتلا کرده و نمیبینند و این آزمایش سخت رو الله متعال در زندگی آنها قرار داده و الله متعال اگر در این مسیر صبر کنن جنت فردوس رو به آنها وعده، بهشت رو به آنها وعده داده است. عزیزی که نمیبیند، خب برای عزیزی که نمیبیند شما هر چیزی رو که نشان بدهید خب نمیبینه. کسی که چشم ندارد چطور میتونه تشخیص بده؟ شما بهش بگید این رنگ اینطور است، این اینطور است، درخت چی است، فلان چی است. وقتی انسان نبینه چطور میتونه؟ اما حقیقت این است که الله متعال میفهمد کوری چشم نیست. کوری حقیقی کوری دل است. فانها لا تعمى الابصار، این چشم ها نیستن که کور میشوند. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، این چشم ها نیستن که کور میشوند، این قلب های درون سینه ها هستن که کور میشوند. این قلب که کور شد شما دیگر هیچ چیزی نمیتونی به اون نشون بدی، هر چیزی رو هم که ببینه نمیبینه، چشماش بسته است. قلبی که کور است چطور میتونه درک بکنه معجزه رو؟ چطور میتونه بفهمه معجزات رو؟ چطور میتونه درک بکنه؟ کسی که نمیخواهد، کسی که دنبال حق نیست، کسی که از همون ابتدا در برابر قرآن و آیات قرآن و رسالت انبیا موضع گرفته، موضع گیری دشمنانه، نمیخواد بشنوه، اصلا گوشش بدهکار حرف حق نیست، نیومده دنبال حق باشه، آمده تا رد بکنه، نیومده در مقابل حق رو بپذیره، اومده تا حق رو انکار بکنه. با یک موضع گیری به اصطلاح امروزی ما از همون اول گارد گرفته آمده وارد میدان. خب این انسان هیچ وقت نمیپذیره، قبول نمیکنه. شما نصیحت همه عالم به گوش او باد است، وگرنه کسی که عقلش، دلش به دنبال حق است، به دنبال حقیقت است، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. تک تک ذرات عالم دلیل بر وجود الله متعال است، نیازی به معجزه جدید نیست. الله متعال میدونه معجزه اگر قرار باشه، الله متعال اصلا آنجا فقط فرمود سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا قل انما الآیات عند الله. در جای دیگر در سوره مبارکه انعام آیه 108 109 در پاسخ این که اونها قسم خوردن معجزه بیاید قبول میکنیم، الله متعال فرمود آیات به نزد الله متعال است، محمد نازنین من، اونها بگو که در اختیار من نیست. معجزه هیچ پیامبری در اختیار او نبوده است، همونطور که کرامت هیچ ولی در اختیار او نبوده است، معجزه هیچ نبی در اختیار او نبوده است که هر لحظه هر معجزه‌ای بخواد انجام بده. و آیاتی که در سوره مبارکه اسراء آیه 89 به بعد تا آیه 93 خواندیم همه دلالت بر این دارد. معجزاتی که از رسول الله علیه السلام خواستن هیچ کدوم اتفاق نیفتاده است، چون اگه اتفاق میافتاد ایمان نمی‌آوردن عذاب نازل میشد. این سنت الهی است.
امروز هم یک عده میگن ما خدا رو ببینیم. خدا قرار باشه هر روز هر لحظه خودش رو خداوند به هر کسی نشان بده. خب امتحان معنایی ندارد، آزمایش معنایی ندارد. وقتی که شما سر جلسه امتحان نشستی پاسخنامه رو جلوی شما بگذارن دیگه امتحان نیست. این دنیا محل امتحان است. شما باید آنچه را که الله متعال قرار داده، فکرت، عقلت، مغزت، چشمت، گوشت، اینها رو به کار بیاندازی و به نتیجه برسی خودت. اگر الله متعال بیاد نشان بده بعد میگن ها ما رو سحر کرد محمد، و مگر اون کسانی که معجزات رو دیدن قبول کردن. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله متعال آمدن پیش رسول علیه الصلاه و السلام گفتن محمد معجزه نشان بده. رسول فرمود چی؟ گفتن این ماه رو وسط دو نیم کن، نصفش رو بیار به سمت ما. الله متعال میفهمید این اتفاق افتاد، ماه از وسط دو نیم شد، نصفش آمد به سمت زمین. فرار کردن، گفتن که تو ما رو سحر کردی. قبول نکردن. معجزات فراوان. مگر وقتی که عصای موسی علیه السلام جلوی فرعون افتاد فرعون قبول کرد؟ مگر هامان قبول کرد؟ مگر قارون قبول کرد؟ اما کسانی که به دنبال حق بودن، ساحرانی که میدانستن این معجزه است، این سحر نیست، پذیرفتن، ایمان آوردن. فرعون حتی اونها رو به صلیب کشید و به درخت‌ها کشید و کشت، ولی باز هم ایمانشون رو از دست ندادن. الله متعال میفرماید که جالب است که اینجا اینها در پاسخ اینا که لولا یکلمون الله او تاتینا آیه، چرا الله متعال با ما سخن نمیگوید و معجزه ما نشان نمیداد؟ الله متعال اصلا پاسخشون رو نداد. فرمود که مثل قبل از اینا مثل این خواستن، از این درخواست‌ها کردن. قلب اینا مثل اونهاست. معجزات برای انسانی که دنبال حق و حقیقت است، طلب حق و حقیقت دارد، معجزه نمیخواد اصلا. وجود خودشو، خود وجود خود اونها خودشان یک معجزه است. و فی الارض آیات للموقنین، برای کسانی که اهل یقین هستند نشانه های فراوانی در زمین وجود دارد. و فی انفسکم، در وجود خودتان، افلا تبصرون، نمیبینی؟ برو شما یک کتابی که درباره طب و پزشکی است بخوان، یک کتاب درباره سیستم بدن خودت بخوان، درباره زیست جانوری، درباره زیست گیاهی، درباره نجوم، درباره فیزیک، درباره شیمی. هر کدام از این کتاب ها رو که میخوانی به عظمت خلقت سر متعال بیشتر پی میبری. هر کدام از اینها یک دفتری از معجزات الهی است برای شناخت عظمت خلقت الله متعال. کی اینها رو خلق کرده؟ خودشون تق به تقی خورده، از هیچی به وجود آمدن. از هیچی این همه نظم وجود آمده، بدون اینکه عقلی باشد، بدون اینکه تصمیمی باشد، بدون اینکه قدرتی باشد، بدون اینکه اراده‌ای باشد. کدام عقل سالم این رو میپذیره؟ کسانی که میگن تق به تقی خورده و همه چی به دنیا آمده، اینها رو بعد برد در بیمارستان‌های روانی، اینها رو درمان کرد. اینها بیمارن. اینها بدیهیات عقل رو انکار میکنن. الله متعال میفهمد قد بینا الآیات لقوم یوقنون، برای کسانی که یقین دارن، به دنبال حق هستن، به دنبال حقیقت هستن، دنیا رو میفهمن، میدانن چی به چی هست، درس میگیرن. مرگ، زندگی، شب و روز، رفت و آمد شب و روز، دوباره زنده شدن، دوباره بیدار شدن، زمستان، تابستان، هر کدام از اینها درس هاست. وقت برنامه به پایان رسید. در درس‌های بعدی ان شاءالله برای شما آیات دیگری رو به تلاوت خواهیم گرفت. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید بی‌نهایت سپاس. تا دیدار دیگر هم شما صبران و الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدارتان. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.